طبق فرضیه تفتیشات، مردی متهم روز 21 سپتامبر سال روان جمیله نزولای 30 ساله را که در مسکو در یکی از آشخانه‌ها کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرا کرده است. ولی زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست میکشد. این مرد به غضب آمده بر روی و بدن او با پیچتاب یا خود اتویورتکه ضربه میزند. وقتی جمیله بیهوش می شود، او پادیشف برای رویپوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دود خانه را دیده سوختار نشان ها را دعوت نمودند. جمیله را به بیمارخانه می برند اما او وفات می کند. آنهایی که جمیله را می شناختند می گویند مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعد آن سر زده است که او پادیشف می خواسته است به ناموس مهاجر زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سردخانه بوده. مهاجران تاجیک کوشش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده می شوند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال نزدیک به 600 جسد شهروندان تاجیکستان را با هواپیما از روسیه به وطن انتقال دادند.